باران پر وخت خو به مو د کابل ښار د سړکونو حال لیدلی وي. حکومت د دغو سړکونو دوو خواوو ته ویالې یا لښتي هم جوړ کړي دي، خو دا چې د باران پر مهال ولې دغه اوبه پورته راخیږي او سړکونه ولې بندیږي، د کابل ښاریانو د څو تنو نظرونه به راواخلو و بګورو چې دوی څه نظر لري. ښاروالۍ کابل ملامت نیست، مردم فهمیدی 100% ملامت است. ملامتیش دایی است که پیپسی را میگیرن میخورن هر طرف میندازن، هر چیزی که میخورن پوست کیله باشه هر چیز باشه میندازن داخل جویی که در جوی رفت کانالا بند میشه، بند که شد آب میخیزه در روی سرک. مردم بسیار با تکلیف است. باید مردم یک ذره توجه داشته باشه که همین سالدای کثافت‌دانی هر جایی که مونده میشه فقط هم پیپسی باشه پوست کیله هر چیز فقط نظم مراعات کنن، برن فقط در سال کثافت‌دانی پرتن. در مقاممون سخت شکایت دارم، سخت شکایت دارم از نصب پرسنلش، شخصا از مقام‌های بالا. با یک مرتبه، با دو مرتبه، با سه مرتبه رفتیم در تنظیم، در ریاست، در پیش معاونینش که این مشکلات در اینجا هست، اما فقط آمدن با یک قاشق زدن اینا خود کفایت کردن و رفتن قناعت دادن. اما در نوع دو سخت مشکلات هست، سخت مشکلات هست. اینا چشم نه چشم دید دارن نه گوش شنوا. این باعث مشکلات آبرین و مسافرین همچنان موترهای ما زیاد میشه از نگاه همه دند آب و همه چیزا. مردم ما و خود ما بسیار به تکلیف هستیم و موترهای ما بسیار آرزدار از این باره میشه و در این باره چیزا ما چند بار به میشاروالی هم پیشنهاد کردیم که باید یابروا رد شود به دریای کابل، باید آب روان شود، اما اونا یک مشکلات را گفتن که بسیار بعید است که ما بتانیم یا به سمت دریا انتقال بتیم. به مشکل کس بیادر کس توجه نداره، جویا بند است، شارواله کار نمیکنه، خاک از جای نمیبرداره، جویا زنده پر است، زنده اون خودتان میبینین بیادر جویا پر است. ایجا دین روز مردم در کراچی میرفت، ایجا راه نبود، موتر هم بیادر ایجا بند میمون. دیگه چند سال از دیگه این حکومت دیگه مشکل ما اینمیز که بیادر توجه کنه به جویا رس شاروال است، دیگه است هیچ بیادر کس با کس گپ گوش نمیکنه. خواست ما از مردم ایسته که مردم با ما همکار باشه، با خودشان همکار باشه، با ما نباشه. وقتی که او در روی سرک تن میشه خودشان اذیت میشن، با ما همکاری کنن، کمک کنن، یک جایی که بند باشه فوراً به ما احوال بدن که این قسمت بند شده، ما فوراً برسانیم خود کارگرای خود ببریم اونجا پاککاری کنیم، جمع کنیم، برشان چیز زمینه را مساعد کنیم که مردم عبور از او از بارانا خلاص شود. اما همکاری مردم 100% ما میخواهیم.